ریحانه یک دختر 6 ساله بود که اتاقی جادویی داشت. چون این اتاق خیاطی مامانش بود. اتاقی که همیشه صدای چرخ خیاطی مثل یک آهنگ آرام در آن میپیچید و قفسه‌هاش پر از پارچه‌های رنگارنگ بود. ریحانه عاشق این بود که دستش را در سبد بزرگ پارچه‌ها فرو ببره و هر تکه پارچه برای او یک داستان داشت. پارچه آبی رنگ یک دریای بزرگ بود، پارچه سبز یک جنگل انبوه و پارچه زریدار طلایی آسمان پر از ستاره. یک روز ریحانه عروسکش نبات رو در آغوش گرفت. نبات کمی غمگین به نظر می رسید. ریحانه به مامانش گفت: مامان، فکر کنم نبات ناراحته چون هیچ لباس قشنگی برای مهمونی نداره. مامان چرخیاتی را خاموش کرد. به ریحانه لبخند زد و گفت: این که بسته نذاره دخترم، بیا با هم یک لباس رویایی برای نبات بدوزی. چشمان ریحانه از خوشحالی برق زد. ریحانه و مامان به سراغ سبد جادویی پارچه ها رفتند. ریحانه بعد از کمی جستجو یک تکه پارچه سرمه‌ای پیدا کرد که روی آن پر از نقطه‌های نقره‌ای کوچک بود، درست مثل آسمان شب. او با خوشحالی گفت: همین خوبه. مامان با متر کوچک اندازه نبات رو گرفت. ریحانه و عروسکش رو خیلی صاف و محکم نگه داشت تا اندازه ها دقیق باشه. بعد مامان با یک گچ سفید شکل لباس رو روی پارچه کشید. صدای شیریک قیچی بزرگ مامان در اتاق پیچید. اون با دقت و حوصله تکه‌های لباس نبات رو از روی خطای گچی می‌برید. ریحانه با دهان باز و حرکت سریع قیچی نگاه می‌کرد. مامان پشت چرخش نشست و ریحانه رو رویش نشوند. بعد از اون دستای کوچیک ریحانه رو گرفت و با هم پارچه رو زیر سوزن چرخوندن. صدای چرخیاتی مثل یک لالایی هیجان انگیز بود. لباس اصلی آماده بود. مامان یک جعبه پر از دکمه‌های رنگی آورد و گفت: حالا توی یه دکمه برای پشت لباسش پیدا کن. ریحانه یک دکمه کوچیک و درخشان که شبیه ستاره بود رو انتخاب کرد. ریحانه با هیجان لباس جدید رو تن نبات کرد. اون زیباترین عروسک جهان شده بود. ریحانه نبات رو بوسید، بعد مادرش رو بغل کرد و گفت: ممنونم مامان، این جادویی ترین لباس دنیاست.